تو این لحظه دارم وارد بزرگترین موزه باستانشناسی جهان میشم. مساحت اینجا حدود 500,000 متر مربعه. این مجسمه رامسیس دومه. قدمتش تقریباً 3200 ساله. ارتفاعش 11 متر و وزنش تقریباً 83 تن. این موزه تازه ترین و بزرگترین موزه است که روبروی اهرام مصر. اینجا بیش از 100,000 اثر باستانی نگهداری میشه. بعضی‌هاش مربوط به دوران قبل از فرعون هاست، یعنی نزدیک به 6 تا 7000 سال قدمت دارن. از مجسمه ها و تابوت ها گرفته تا وسایل شخصی فرعون ها، همه چی طوری چیده شده که داستان تمدن مصر از ابتدا تا اوج شکوهش تعریف میکنه. هزینه ساخت این موزه حدود 1 میلیارد دلار تموم شد که بیشتر این پول ژاپن به قاهره وام داد. بلیت بازدید از این موزه 23 یوروه، اما برای مصری‌ها و عرب‌ها 6 یورو. این مجسمه رو ببین، شبیه نماد هخامنشی‌ها. اینو شاید خیلی‌ها ندونن، ولی یه زمانی داریوش بزرگ، شاه هخامنشی، اینجا توی مصر فرعون بود. روی سنگ نوشته‌هاش نوشته من پارسیم، مصر رو گرفتم و برای مردمش راه آب و دریا ساختم. این مجسمه رو نگاه کن، هنوز کسی نمیدونه اون زمان با چه ابزارهایی تونستن این همه ظرافت رو ایجاد کنن. تصور کن هنر و تکنولوژی 5000 سال پیش چقدر پیشرفته بوده. این قایق‌ها و آدماشو ببین، 4500 سال پیش ساخته شدن. ببین این آدمک‌ها رو با چه دقتی اون زمان ساختن. این موزه چیزی فراتر از یک موزه است. تمام آثار اینجا جمع شدن تا یه سفر واقعی تو دل تاریخ مصر، حتی ایران باستان داشته باشه. از پنجره‌های این موزه میتونی اهرام ثلاثه رو ببینی. وقتی مقبره توت‌عنخ‌آمون رو کشف کردن، 50,000 گنجینه تو مقبرش پیدا کردن که همه اونا رو اینجا یک جا میتونی ببینی. ولی وقتی من اومدم موزه تازه افتتاح شده بود و قسمت توت‌عنخ‌آمون هنوز باز نشده بود. با این حال چیزی از عظمت موزه کم نشد. بعضیا به اینجا لقب موزه لوور مصر دادن. اینجا یه فرق خیلی بزرگی با لوور داره که مرکز مرمت و حفاظت فوق پیشرفته داره.